روزی ملا نصرالدین برای تعمیر بام خانه خود مجبور شد مصالح ساختمانی رو بر پشت الاغ بگذارد و به بالای پشت بام ببرد. الاغ هم به سختی از پله ها بالا رفت. ملا مصالح ساختمانی رو از دوش الاغ برداشت و سپس الاغ را به طرف پایین هدایت کرد. ملا نمیدانست که خر از پله بالا می رود ولی به هیچ وجه از پله پایین نمی آید. هر کاری کرد الاغ از پله پایین نمی اومد. ملا الاغ رو رها کرد و به خونه اومد که استراحت کنه. در همین موقع دید الاغ دارد روی پشت پام بالا و پایین می پرد. رفت الاغ را آرام کند که موفق نشد. برگشت و بعد از مدتی متوجه شد که سقف اتاق خراب شده و پاهای الاغ از سقف آویزان شده است. بالاخره الاغ از سقف به زمین افتاد و مرد. ملا نصرالدین گفت لعنت بر من که نمیدانستم اگر خری به جایگاه رفیع و پست مهم میبرسد همانجا را خراب میکند و هم خودش